یک شعرشان می‌فرمایند که می‌نویسم من سرود صلح را با خون دل، با تپیدن‌های بی آرام و روزافزون دل، تا یراق تیز گردیده به دست دوستان، جنگجویان را کند شرمنده روی جهان. صلح در گل گل شکفتن‌های جانان کشور است، در شعاع آفتابی طالع بحر و بر است، در سرود الله و بیدار چشم مادران، خواب آرام و تبسم‌های خرم کودکان. و یک داستان منظومی دارم به عنوان جان شیرین. در این داستان اصلا از اون سفرهای خودشان، از فعالیت خودشان که در دایره ریاست همین کمیته صلح آسیا و افریقا داشتن قصه میکنن، از سفرهایشان به افریقا و به کشورهای افریقا. و ما در اساس این اون نمایشی که شما ذکر کرده، در اساس همین فعالیت ایشان در همین دایره این برنامه اجرا شده بود. من خوشبختانه نقش استاد روزنامه‌دار را بازیده بودم. در آن جمع وقتی که بعد از در بیمارخانه حتی از سروران کشور امر می شود که شما باید بروید به افریقا، و همسرش خانمش میگه که آخه شما حالا درست نشدید، حالا بیمار هستید. بعد میگه که باز بیماید مرا دعوت وطن، باز دارد احتیاج آن به من. در کلامین یک دیار افریقا، دفتر صلح است در دام بلا. ما سفر داریم با امر وطن، با سفارش های خلق خویشتن. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد و مردم روز سخت. یعنی